سلام بچه‌ها، این اولین ویدیو یوتیوب منه. امیدوارم که ازش حمایت کنید. بریم واسه شیب بندی بام خونه که در کنارش پلان اولیه خونه هم یاد میگیریم. تو مرحله اول ما خودمون جای ماهواره هوایی میذاریم که یه خونه رو داره از بالا نگاه میکنه و دور تا دور محوطه اون خونه رو با همدیگه رسم میکنیم. واسه شروع ما خودمون رو توی ورودی بالا پشت بوم در نظر میگیریم، همون قسمتی که توی راه پله وای میستیم و میخوایم در رو باز کنیم که وارد پشت بوم بشیم. این کار رو با رسم پلان انجام میدیم که بهتون گفتم. واسه رسم پلان از دیوارا شروع میکنیم که این کار رو با 2 خط در کنار هم انجام میدیم. توی کشیدن دیوارا باید حواسمون به جای در باشه که کجا قرار میگیره و تعدادشون چند تاست. توی این مرحله ما جای در رو خالی میذاریم تا در ادامه با همدیگه توی رسمش کمکتون کنم. خب من تو رسم این پلان انباری در نظر گرفتم که خب این بستگی داره که تو پشت بوم اون خونه انباری وجود داره یا نه و اگر داره تعدادش چند تاست. من تو بام خونه 3 تا در نظر گرفتم که این 2 تا رو با یه دیوار کوچک از هم جدا میکنیم و اون یکی هم داخل ورودی قرار میگیره، یعنی تو قسمت راه پله که اونجا هم یه فضای جداگونه داره. میرسیم به رسم جزئیات پلان خونه. با داکت ها شروع میکنیم. داکت ها نمادشون توی پلان یه مستطیل کوچیکه که یه طرفش رو رنگی میکنیم و یه طرفش خالی میمونه. اگه بخوام یه توضیح مفهومی و کوتاه درباره داکت ها بدم که بهتر درکش کنید، داکت ها رو شما یه جعبه در نظر بگیرید که توی دیوارهای خونه کار میشه واسه این که حالا تهویه هوا، وسایل‌های برقی، مکانیکی یا هر چیزی رو توش جمع میکنن واسه جمع و جور بودن یا زیبایی کار. مستطیل‌های کوچیکی توی پلان رسم شده و تو خالیه و من دارم به سمتشون فلش میزنم. خروجی آب هستن. این به این معناست که وقتی بارش صورت میگیره یا کف این پشت بوم شسته میشه، آبش به کجا هدایت میشه. مرحله بعدی رسم ستون ها هستش که با یه مربع توپر در نظر میگیریم و رسمشون میکنیم که اینجا من برای سرعت کار حاشیه زدم، اما واسه زیبایی بهتره که اینا رو کامل پر کنیم. ستونای خونه رو کامل با چشم میتونیم ببینیم و با یکم دقت و اصولی کار کردن کامل میتونیم روی نقشمون رسمشون کنیم. یکی دیگه از نکات رسم پلان پر کردن دیواراست که ما با حالت هاشو کردن این دیوارا رو پر میکنیم. میریم واسه آموزش درها که با ربع دایره صورت میگیره که رسم درها بستگی به چرخش درها داره که به داخل باز میشه یا خارج و باید به این نکته خیلی دقت کنیم که هر جا فرق میکنه که به کدوم سمت باز میشه که این نکات استانداردی وجود داره. اینم از رسم شیب بندی بام خونه. تا ویدیوی بعدی، بوس به همتون.